سلام عالمی پاینده سخن 22 اکتبر سال روان در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان دوره ولایتی عثمانی جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است آغاز گردید. دوره سوم عثمان در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، دانشگاه دولتی خوروغ و کتابخانه ولایتی به نام ابو عبدالله رودکی صورت گرفته. در آن زیاده از 245 نفر اشتراکچیان از روی نامیناسی‌های ادبیات کلاسیکی، ادبیات جهان، ادبیات معاصر و ایجاد نظم و نثر شرکت ورزیدند. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دلی ما را، به خول اندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشتی مصلا را. فغان کن لولیان شیخ شیرین کار شاراشب، چونان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. خب چند قصیده یاد کردید؟ 4 قصیده. از کیو؟ از ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، سعدی شیرازی. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. این غزل از حافظ شیرازی است. فرمایید. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامتی همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخصی تو دردمند مباد. صحت جمله معنی ز امن صحت توست، که ظاهرت دژم و باطینت نژند مباد. در این چمن در آن بساط که حسنی تو جلوه آغازد، مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد. شفا ز گفته شکرفشان حافظ جای، که حاجتت به علاجی گلاب و قند مباد. آفرین. چند بیتش رو پرستید؟ امروز نیز داوران عثمان خیلی سختگیر و سرطلبند، ولی اشتراکچیان باشند کوشش میکنند تا به سوالها جواب درست گردانند. باشد این کتاب دسترس نشد. امی کتابی تاجیکانی استاد باباجان غفوروف که برای هر یک عائله تاجیک همچون توفه از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دسترس کرده. از همین مطالعه نقل کنید. یعنی این یک از قهرمانان خلق تاجیک می باشد. شیرک یعنی انگامی که به مقابل امی جنگ میکند، امی میخواست که در همه چی برابر باشه، و انگامی که در آخر سرگذشتش سرش را از تن جدا میکنن. امی شیرک. خب یک غزل از حافظ شیرازی بگو کنید. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. آسایشی دو گیتی تفسیر هندو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. انگام تنگ دستی در حیش کوش و مستی، وین کیمیای هستی قارون کند گدارا. خوبان پارسی گوی بخشندگان همرند، یا رب بده بشارت رندان پارس ها را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن محضور دار ما را. من طبق نظامنامه 105 غزل، 130 در قطار خوانندگان مکتب اینچنین دانشجویان نیز هنر و مهارت خود را در نزد اعضای حکمان نشان دادند و امینه نظرова که دانشجوی کورس دوم می باشد، برای اشتراک در عثمان تئوری خیلی خوب دیده است. خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم روان است. آن برگ خزان است که بر شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهنی رنگ رزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کاندر چمن و باغ نه گل ماند نه گلنار. آفرین. در غمت دل را فگار و خسته میگویم ما، اهل دردیم این سخن دانسته میگویم ما. بر دلی ما آنچه از طاق دو ابرویت گذشت، با خود از دیوانگی پیوسته میگویم ما.
مهروی تند و آگاهان ز دنبال تو هند وقتی میرنجی اگر آهسته میگوی ما گفتم ای گل آن دهان را پستهی خندان بگو این سخن گفت از دهانی پسته میگوی ما. بیت آخرش خیلی است مختار گفتم ای گل آن دهان را پستهی هر کسی پرسد جوابی اشک ما دوری سخن. بعضی از اشتراکچیان سال اول است که در آزمون شرکت می‌ورزند. از این رو کمی در هیجانند و بعضی از آنها به گفته داوران به طلبات آزمون جوابگو نیستند، ولی به هر یک آنها از جانب حکمان امکانیت داده می شود که هنر و مهارت خود را نشان دهند. از روی طلبات باید ما نپرسیم، راه ندیم، لیکن برنامه میپرسیم. خب من همین غزل رو میخوانم، شما ادامه میدین. آسوده دلا حال دلی زار چه دانی؟ آسوده دلا حال دلی زار چه دانی؟ خونخواری و شاق جگرخوار چه دانی؟ هرگز نخلیده به کف پای تو خاره، آزردگی سینه افگار چه دانی؟ هر شب از آه دل کاشانه را آتش زنم، شمع را سوزم دل پروانه را آتش زنم، تا به رغم من نسازد خانه عشرت رقیب، پیش از مردن به کویش خانه را آتش زنم. این همه آتش به جان من ز دستی دل فتاد، گر به دست افتد دل دیوانه را آتش زنم. مشفقی در دفتر ایام مضمونی فناست، عاقبت اوراق این افسانه را آتش زنم. من از بسیار از سیدای نصفی گویم. نگهی مستی تو خونی دل احباب خورد، تیغی بیدادی تو از دست اجل آب خورد. از جهان گم شده مهری پدر و فرزندی، ورنه رستم ز چه بایی سر سهراب خورد. قطره می سر منصور برآورد بدار، وای آن کس که اما عمر می ناب خورد. هر کی با دشمنی خلق روان است چو برق، زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. بعضی موضع های آن و داستانی مشو گربه عزیز ما پنجشنبه و علاقه از سال سیوم است که در آزمون اشتراک میکند. امسال به خود مقصد گذاشته است که از زمره غالبان آزمون خواهد شد. آمدند در نظامنامه گفته 100 بیت، من زیاده از 300 مصرع را از بر نمودم. آفرین. خب ای عاشقان من خاک را گوهر کنم. ای عاشقان من خاک را گوهر کنم. این مطربان دفعی شما پرزر کنم. ای خستگان امروز سقایی کنم. این خاکدانی خشک را جهنت کنم، کفسر کنم. ای بی کسان جا الفرج، هر دیده غم دیده را سلطان کنم، خنجر کنم. من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم. من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. ای عقلی کل هر چی که گفتی صادقی، حاکم تویی حاتم تویی، من گفتگو کمتر کنم. خیلی زیاد اذیت کردید، قریب 2 برابر طلبات. الله یا ایها الساقی اگر کأسا و ناقلها، که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکلها. و بروی نافه کاخیر سبازان تو را بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه اما عیش چون هر دم، جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا بردند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کش داخل،
نهان کیماند آن راز کز سازند محفل ها. حضور گر همه خواهی از روی غایب مشب حافظ. متا ما تلخ من تعوی دعی دنیا و احمل ها. آفرین آفرین. ما از تو به جز جفا ندیدیم، کردیم وفا ندیدیم. از چشم تو کام بلای جان است، غیر از نگهی علا ندیدیم. خوبان همه دشمنند هرگز، زین طایفه آشنا ندیدیم. 100 بار اگر تو را ببینند، گویند که ما تو را ندیدیم. زین مردم ناخدا مروت имрӯз довталабон аз ноҳияҳои ишқушим, руштқалъа ва шуғнону мурғоб иштирок намуданд ки баромади яке аз дигаре беҳтар буд. вале чӣ тавре ки аъзои ҳакамон қайд карданд, қариб дар ҳама иштирокчиён камбудӣ дар азёд кардани луғатҳо дида мешуд. аз ҳама камбудӣ ки ҳозир доранд луғат. ин буд рӯзномаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидоноӣ китоб аст ки аз шаҳри хӯрӯғ тариқи телевизиони баҳористон пешкаши шумо гардондем. این 4 مصرع شعری که در آخر میخوام گفتن درباره کتاب است. پی انشای او سجل خراب است، سرآغازی تفنن و حساب است. اگر پرسند که محفل در چی باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است.